برآمد شریف در دولت شورای برآمده رفت، با اختیار خود نرفت، با اختیار حکومت شوروی رفت، با پیشنهاد وی رفت و بعدتر چندین 8 دولت دنیا رو علیش کرد. امروز در بودن دولت تاجیکستان زاده تاجیکستان شهروندی شد. چند پیش خدمات برگشتم از فدراسیون روسیه. آمدم بدونم که ما یک نمایندگی دیاسپوری توجیه بودیم در فدراسیون روسیه. چندین سال فعالیت هم کردیم برای خلق توجیه، چون حمایت از حقوق شهروندان تاجیکستان میکردیم در فدراسیون روسیه. پس از برگشتن شما به تاجیکستان بسیار بحث‌های زیاد شد میان مهاجران، چون پرابلما زیادتر شد برای خلق تاجیکستان در فدراسیون روسیه. چون ببینید که پس از برگشتن شما به تاجیکستان اینجا کم نبودن حامیان حقوق، خیلی زیاد تا حال هستند در تمام فدراسیون روسیه. لیکن گپ از سر این راه که وقتی که شما برگشتید از اونها مراتب زیاد شد پرابلم یک پرابلم اساسی را بگیرین، مثلا برای پرداخت نکردن مبلغ‌ها در کارخانه‌ها برای مهاجر تاجیک. این زمان باشد به حد در حالت پست قرار دارد خلق تاجیکستان در فدراسیون روسیه. خیلی سال 2018 دپارتاسیون زیاد شد و چشم رسید. پس از المپیاد هم باز گفتن که شروع میکنند و دپارتاسیون کردن خلق تاجیکستان. نبودن جایهای کار در فدراسیون روسیه کم است، خیلی کم شده از الان سوال‌ها زیاد بودن. من یک چند سوال‌ها را نوشته کرده هستم از شهروندان. یک دخترک با نام شهنازه گفته که کرامت شریفوف کی به فدراسیون روسیه برمیگردد. این سوال را التماس کردم که اولا سلام علیکم به تمام مهاجران امارتی، شهروندان تاجیکستان که در فدراسیون روسیه هستند. من بیرون از فدراسیون روسیه هستم، اما مهاجرم حدود از 30 میلیون مهاجر ملتی داریم در دنیا. از اما دولت‌های کلانتری روسیه، آمریکا و قسماً اروپا، گرمانیا زیاد شهروندان ما هستند. سببش یک است، نداشتن این روزا همان مقداری که سومی برای اولیه خود صرف کنند و پرورش کردن فرزندان به آنها نان دادن، لباس مکتبی خریدن، طلب‌های دولت رو اجرا کردن. دولت از مهاجر، از خلق مهاجر این یک قسمی نبود است، انداز است. و شما قید نمودید که امروز همون وضعیتی بود، هرچند در بودن ما حل میشید و امروز کسی نیست باید حل کنه، پر حل کنه. نیست. و زندان‌ها پر از تاجیک‌ها شده ایستادن، مارگ‌ها پر از مردایی که امروز فرستاده نمی‌شوند. امروز حق کاری آنها داده نمی‌شود. ایجاد از میلیون‌ها تاجیک‌های تاجیکستانی. و یک چیز رو باید ما امروز رسانیم به ملت خود که پیدا شوی جنبش مهاجران که دیاسپوری تاجیک شما بودید اشتراک کردید، دیگران بودن. این بود از صف آن شخصانی که سالی فکر بودن. و اولا 2001 پیدا شوی فوند تاجیک، خزینه تاجیک دیاسپورا بود که بعدتر آورده به جنبش مهاجران رسید. چون که بین فوند از سال 2001 تا 2007 انجمن 7 سال شد. در بین لیگ خلقی تاجیکان همچون که انسان جوانی تشکیل شد. و سببش چی بود؟ برای چی؟ برای من و شما و هزارانی که 100,000 تاجیک لازم بود. علاقه در دست ما بود. اون فکرهای بدی که بودن در امروز هم حکومت بودن و اونا امروز هم هستن و دیگر دولت به مانند روسیه اونا رو یاردم میکردن.
از بین بردن تاجیک بود، فرهنگی بود، زبانی بود، حتی در قسم نوشتن خواندنی بود، حتی ندادن جای کار با نوعی ها تقسیم این روز جدا از نوع هستن که پوره میدونم در تاجیکستان چی است و کی به این کارو دست داده است. با یک گفتن شما با دیدار رفتن این تیز حل مسئله را دیدن بشه. متحد بودن ملت است. متحد بودن اولا تاجیک است. در تاجیکستان چندین ملت هستند. و اگر هر چندمون شب و روز فریاد زنیم ناله کنیم که به اولاد ما بد شد، شاید درس آموزید از کلان سالو به تاجیکان درس آموزن از تاجیکانی بدخشان. چقدر اونا متحد خوب هستند. حالا حتی روزای خوب دارن فقط از نوروزی. باید به مانند ازبک‌های تاجیکستان شویم، متحد شویم. باید به مانند یک اوبلاستی کلانی ولایتی سوخت شویم. نسبت سوال خواهرچم برگشتن کرامت شریف این اگر با از روی ساعت و ماه و سال گفتن هیچ کس نمیدونه. چون ضربه اساسی به کی رفت؟ تحت نظارت کی است؟ ما بود یک شخص رو گرفتن دیپارتاسی کردن. من در حالت دیپارتاسی نیستم. من همچون شخصی سیاسی، شخصی جمعیتی، شخصی که من پورا افطریتی دی که ابرو در بین ملت و ملت‌های تاجیک و دیگر رو داشت. حتی در دولت‌های شوروی این قسمتی میگیم. و تو صاحب انجمن بود، صاحب گازیت بود، صاحب همه رسانه‌ها با اونو میرسوند. و افتاد به تاجیکستان. خود نامده. شما وقتی که برگشتن شما آوردن ما با زنجیرها در دست بودن سالها. مثلا گرفتن تاریخی که عصر آخری 19 اول 20 یکی اونا بود احمدی دانش برآورده شد. دیگری صدرالدین عینی از سمرقند و بخارا بستری نوبت آورده شد و در عصر 21 نوبتی کرامت شریف شد. کی بودن؟ اونا تاجیک. و این روز ما پوره میدونیم که تاجیکستان دولتی صاحب استقلال است. از روی چی؟ از روی بودن شماره‌های زیادی مهاجران. اینا که میکنن کار میکنن فرزند خود رو نان میتین دولت وجود دارد. دولت این روزه تاجیکستان دولت مهاجرت است. وقتی ما سخن گام میزنیم آینده تاجیکستان در بودن امروزه پرزیدنت تاجیکستان در بودن امروزه امنیت دیارا با اینا حزب مهاجرت ملتی رو پیشواز گیرن یکی روی قلب گیرن. این از آینده مهاجر که مسئله باید حل میشه و یک بار هم مسئله مهاجر هم مسئله تاجیک و تاجیکستانی حل میشه. اولا تاجیک در حالت وضعی است. برای برگشتن کرامت این سودای دولتی است. سودای بزرگی است در روسیه که پنهانی کار برده ایستادن. حتی پنهان بودن خود پیشنهادهای ما ایستادن ما اینا گم شدن از نو پیدا شدن. در سودی بالای دولتی برخوانی اونم گم شد از سایت اونو از سامانه اون ادوکات الکساندر مدویدوف پیدا کرده است از نو باز پیشنهاد میکنن در تاجیکستان سود رو میرود و ببینید که ما خواستیم که امروز در تاجیکستان هم بود روزنامه‌نگاران باشد رادیو تلویزیون باشد آواز برارن. چرا تاجیک زرادی همه خفا تمام شخصانی که با روزنامه‌نگاری تاجیک هستند امروز آنها پنهان از حقیقت هستند. آنها کی هستند؟ اگر از روی قاعده قانونی امروزی روزنامه‌نگاری که ژورنالیسم رو می‌زنیم آنها دورن. چون دامولایی که در مسجد از روی قرآن رفتار نمیکنند و دامولا هم نیست و مسلمان هم نیست. سوال دیوم این فردوس سوال است که در حالتی که کرامت شریف از فهرست روسیه اخراج میشید در همون یک چند مدت با شما یکان کمک از طرف حکومت تاجیکستان شده بود اینکه یکان یوری میدادن حمایت میکردن از شما حکومت تاجیکستان. امروز در دولت‌های دنیوی یک یوروپیست که سود میگن هست گاگ که سود شخصانی که همچنان خیانتگرند این سودای جهانی است گاگ که هست کنونسی میجنرال است کنونسی امید جهانی است هم یوروپیست که است هم ارگانیزاسیون ابینون ناتس است میگه که اونو دو دولت تاجیکستان و روسیه به جای یاردان کردن اینو خیانت کردن. هر دوینا اگر از روی رفتار امروزه ادوکاتوری که دیگر روازیت‌های جهانی گیریم هر دو دولت در پیش کرامت در پیش دنیا گناهکار شدند. یکی آورد از روس شهروند خود کرامت شریف رو و دیگری گفت دولت صهیونیستی تاجیکستان ما این رو به شما میسپاریم. این بازار آدم شد. بازار فروش آدم در عصر 21 شد. مالش برادری خوردی تاجیکستان خطا کرد.
راه نداشت. چرا برادری کلانی در دنیا که نمیگه پوتین که ما با این دولتی بزرگ هستیم، ما قانون قاعده که قانون انسانی رو در نزد ترامپ گپ میزند، در نزد من هم گپ نمیزند، در نزد همه دنیا گپ میزند. هست امروز ببینید چه فاکتور است. به من کسی یاردان نکرده است بغیر از مهاجران ملتی، مگر از روز اول در سمرا نشستم و بعدتر تا امروز هم یاردمی پولی هست به من. اونا حتی من میابن پول میده. حکومت برای من چی کرد؟ شما گفتن شهروندین تمام، ما با سود سپاریدیم. در سود دیده برآمدن که قانون در تاجیکستان نیست، سیستم اصولی وجود ندارد. یعنی این چنین تاجیکستان در خود روسیه نیست. برای چی روسیه روز میترسد از دولت‌های اروپا و آمریکا؟ 300 سال لازم است. 300 سال که ما نمیشیم. اینا لازم است. هیچ وقت روسیه با نمیشه سیستم اصولی هم نیست. اونجا یک شخصی میگه روسیه احتمال обратив погонах генералов. ما این کار داریم دو تا گنرال است. سیم گنرال از تاجیکستان است. 10-20 نفر فینانسیست پولتی از شخصی تاجیکستانی و بیرون روستا هستند که اگر ماندنی کرامت شریفوف 1 میلیون تاجیک در روسیه هست زیادیم، اینا دیگر با ما پول سپردن نمیتوانند، چون که اونا میرن ارز داد خود را دارند. و بغیر از شما در بین ما شخصانی که با مانند خریدن ابلو بود، با مانند رحمت الله خوشوقت بود، با مانند مجبوری فخرالدین بود، دیگر شخصانی که بودن که وقتی دیدن حالتو که امروز هست و حتی ضرر نرسوندن به ملت خود یاردن کردن روزی بود، اونو رفتن با دست اون شخصانی که کار می‌بردن مقابل تاجیک و جمعیت تاجیک همراه تا امروز کار برن. روزای نزدیک اونو را پیش کردن، اونو هیچ کی نشدن. این برای چی بود؟ برای قیدگیری دفعه است که آدماتون نبریم، آدمای شما رو در قید گیریم. روزنامه داشتیم میگم، ما سامانه داشتیم، ما فکر انسان قسمی که بودن مبارزه می‌بردیم در قسمی دولت‌های دنیوی روز میگه تاجیک گناهکاری اساس از این که اگر خوب شود که دولت تاجیکستان برای همچون دولت صاحب استقلال هم دیپلمات‌های دنیوی دارد به من ضرر نبیارد. اون چیزی که از بروی سودی مدارای حال حقیقت است. روزای کوتاه مونده است، ماهای کوتاه مونده است، ممکن دراز نمونده است. به قسمی بالایی با کنسول سود میرسیم، به نزدیکی ورخوانی سود سر میشود. سودی عالی تاجیکستان. بیارن بینن. نیست. دولت کرامت شریف در دولت شورایی برآمده رفت. با اختیاری خود نرفت. با اختیاری حکومت شوروی رفت. با پیشنهادی وی رفت و بعدتر چند 8 دولت دنیا رو علیش کرد. امروز در بودن دولت تاجیکستان زاده تاجیکستان شهروندی شد. مرحمت. من شهروند شما هستم، کنسول سود بیند. حزب مهاجر ملتی رو ما پیشنهاد میکنیم، شما با قید گیرید. یک مهاجر تاجیک با نام شهرا گفته است که کرامت شریف عین حال در جمهوری تاجیکستان چگونه عمر وصل بوده است در حالتی که جای زیست ندارد، شناسنامه ندارد، در چه حالت قرار دارد؟ داشتن شناسنامه از طرف من یا داشتن شناسنامه با دولت اونها این همش یک است. شناسنامه داشتن شما در دولت تاجیکستان باید شما صاحب کار شوید. شما شناسنامه را برای میگید ترک وطن کنید. و داشتن من شناسنامه که از این شناسنامه وقتی که من شناسنامه روسیه داشتم صاحب نفقه بودم وای شناسنامه به من لازم دولت من به دولت روسیه چون تاجیکستان خدمات زیاد نمودن اونا قرض دارن در پیش من دولت تاجیکستان نیست و بودنی که این شناسنامه هستن زیادی آدما من دیدم در تاجیکستان شناسان چون که اونا معیوب هستن راه گشتن نمیتونن رفتن نمیتونن دیگران مادر را نمیتونن اونا شناسنامه هم ندارن چون که اونا برآمدن نمیتونن قابلیت کاری ندارد که برآمده رود این روز طلب فقط از شخصانی است که اونا برآمده میروند و زندگی کرامت شریف از که حساب بزرگی که حرمت امروزه ملت تاجیک است نزدیکانی من است با مانند من هزاران یا صدها هزار تاجیک روز در بیرون میبراید کسی میبیند و یاردن میکند حتی نمیدونند به یارد ما نزدیک از شما برآمدیم از قلعه سور تماشا کنید آدما میبینن زیارت میکنن یکی سلام میکنن میشناسن در چنین حالتا بود وقتی در نزد اسوارا رفتیم اسپار ما دیدیم با هم نشستیم اونا حتی پسران یوش حتی در روسیه نبودن کرامت شریف است اینا بودن میبینن فخر میکنن چرا ما فخر از ملت خود نکنم ما بورگاه میزنن که ما هیچ وقت صاحب بودنی در این حکومت امروزه از اونا پاسپورت طلب کردن نمیخوام که این پاسپورت قلبکی است من از ملت خود هیچ وقت راه نمیگردونم من با این ملت بودم و میمونم سیروج
як муҳоҷири дигар савол кардааст ки Каромат Шариф дар чанд донишгоҳ донишкадаҳо хондагӣ аст ва фаъолияти корӣ аз куҷо оғоз шуд? Кори шумо дар кадом сохторҳои давлатӣ ё ин ки ғайри ин дар организатсияҳо фаъолият доштед? Сироҷиддин бояд хуб донад, чунки савол навиштааст. Тамоми таърихи Каромат Шариф дар сомонаҳо ҳаст. Ман аз кӯдакӣ дар синфи мактабӣ баъд аз он умри худро дар соҳаи ҳарбӣ гузаронида кардам ва ба ғайр аз соҳаи ҳарбӣ тамом кардам академияи президенти назди Федератсияи Русия дар Кавкази Шимолӣ. Инам тамом кардем. Лекин аз тамом кардани ману дигарон ҳисси инсонӣ, дӯст доштани миллат бисёр атон дадам ва ҳар кас фаҳм наметиҳад. Будани ман имрӯз, ҳаракатҳои ман ва пеш аз ин амри худост. Ман дониста будам миллати тоҷик. Душманони миллат донанд ки ин амри худост. Каромат ҳатто бурдан пеш аз файро кардан дар зиндон партофтани ман, бастани дастои ман ва омадан ба Тоҷикистон ба ирӯз судҳо ҳаст дар пеш ва зиёд динота ки он дар зиндон мепусаду меравад. Ман ба ҳаминам тайёр будам. Чунки он чизе ки ман кардам барои худам, барои таърихи миллати худам باید باقی میموند، هم در بودنی من هم نه در بودنی من، حتی در زندان بودنی من با چندین نفر را گپ زدم، حتی در قسمی بالایی چینونیکا من گپ زدم که با من ضربه تاجیک رساندگی نیست. با من امروز یگم کاغذی که سپرافکی فالشوی قلبکی ساخته به دولت روسیه پیشنهاد کرد اینا تاجیک کردگی نیست، حتی در سطح بالایی دولت باشه. این از دست بانان تاجیکان شده و صفی آنها در امروز حکومت و دولتداری تاجیکستان خیلی زیاده. این وزنینی امروزه تاجیک است و اون چیزی که علمی که من دارم، گفته‌های من دارم، زبان‌های دونستنی من، اینم از طرف خدای تعالی است. بزرگی من ممکن بزرگی ملی دارم که هر کسی که امروز ما نامش می‌بیند خطاگی نکند، خطاگیش رو باید اصلاح کند. هیچ وقت بایگری خود را از فروختن فرد تاجیک پیش نبرید. این باخت است. و اون شخصانی که هستن ملا و داملا و حاجی و دیگرها هستن، اینا برای نفس کار میکنند. از همه بدترین در اسلام نفس است. حسوس خوردن این است. چرا دیگران نتونستن؟ چرا با این راه دست زدن؟ ما اینا رو گفتی که میگن که در واقع اینا رو به خدا سپاریدن. بزرگی از ما که خدا داریم. وقتی ما اورای آدم شب در خواب من می‌دارد خدای بزرگ هست. ولی من با تکلیف میگم که هر جایی که نباشه حرکت کنید که مقابل ملت خود هیچ وقت نروید. نزدیکی واردی اتاق کاری شما شدم آفیس در شهر مسکو علاقه درها بسته بود. یکچند دیگر با یکچند نماینده‌های دیگری که همراه کار می‌کردن کشور گفته شما من با خرید داشتم. با خریدین عبدالله در اتاق کاری و فقط برای ما یک چی گفتی رسوجالکا بود که شما را انتخاب دادن با جمهوری تاجیکستان. هدف ما این بود که دیاسپوری تاجیک از بین نرود. وقتی که شما نبودید شخصا خودی من حرکت میکردم که نام توجیک، نام دیاسپوری توجیک از بین نرود. حرکات های زیاد داشتیم در اونجا تو برگشتن من علاقه 8 ماه شد. 8 ماه چون من یک فعالیت داشتم در اونجا. اکثریت خلق میگفتن که دیاسپوری توجیک علاقه از بین رفته چند نشستهای قومیانی حقوق. در اونجا من برآمد کرده بودم یک چند بار که اینو درسته باید که از بین نرود. دیاسپوری توجیک زنده بود هست و میماند تو. سخنانی خوب گفتی از شما. دیاسپوری توجیک از بین رفتنش برای اون است که در سیستم تاریخی و ایمان یک فوندامنتی بزرگ بود. او مونده است و هر تو برداشتن هم وجود نداره. در روی خطی حضرت
عدلیه حتی بود و گفتنی هم به تمام شهروندانی که امروز تاجیکستان بودن شهروند روز شدن و این مهاجران ملتگی در صدها دیاسپورای بین خود متحد نباشیم در چنین حالتی وضع میافتید در دیگر دست یا دیگر رو گرفته نمیتونید. اما سوال اومد که مرا به چی اردم کنیم پولی و یا دیگر همش گفتم که اگر شما از بین خود 10-15 نفر به نادی سفیر می‌دارم و سوقتی محترم سفیر و یا برد جای وعده کدام شخص موندید همین شخص دستگیری از طرف تاجیک هست است تاجیک و تاجیکستان همونا همین نکردن برای چی من با تکرار میکنم که امروز تاجیکانی تابع رسپوبلیک هست از حساب تو قتلون اینا باید دانند که عبرت از بدخشان تاجیکان عبرت از ولایت سوگیران اونا بین خود خوبن سیستم یک بیزنسی داخلی خود رو دارن اینا هستن و این میتواند برارت آینده این همین ملت بود و ترسیدن هم لازم نیست که امروز آزادی است آزادی بودن که رفتن پیش در طرف اونا دستگیری باید دیگر لازم است همین درمان نبود همین درمان و امروز ما پروفت میتونم که این انجمن بعد از برگشتن کروما این انجمن کاری خود را سر میکند همه اون چیزی که بود در این بین در مدت 1 سال یا 2 سال رسونده میشه به سامونو با باوری دیگر کامل دارم شخصای نو بست از وانه گنرال تاجیکستان از روسیه اونو جزا میگیرن اونو میگیرن جزا برای که هم از طرف این دولت انا بینید کدیدم که در خاتمه سخنگوی خود که آوردن کرامه شریف گذراندن کرامه شهروند تاجیکستان این شخصان دست به قانون اساسی کنستیتوسیا زدن دوم برهم دادن همچون دولت سابق تاجیکستان در سخنگویی گفتن است که دیگر کس از اروپا از دیگر دولت‌های دنیا و شما چه دولت شما دیگر شهروندان رو گروگان گرفتید همگان شاهد بدن که تا حال هست در یوتیوب در چند سامانه‌های اینترنتی طولی تقریبا 5 سال بود فکر میکنم برنامه نشر شد در سرویس تمام جهانیان رو دیدم چقدر یعنی که ازدواج هم میکردم چقدر یک پس زدنی تاجیک به مردم نشون میدم یک اکتوری آرمیان خانم گروستیان در این بورد کم ترک شرح میدید که تا همین 5 ساله که ادامه کرد همین نبود دیگر کارخانه ها یعنی سفارت جمهوری تاجیکستان بود چندین ارگانیزاسیون تاجیکستان وجود دارد جمعیت تاجیکستان دیگران نبودن که همین را حمایت کردن شما بعدا شروع کردید من یک چیز رو تکرار کردم که وقتی ما باید در کار و فعالیت خود ضربه به حکومت نزنیم که ویران نکنیم کاری که اونو نسبتی آینده که این روزه ملت است و حکومت هم باید وظیفه دار باشد که ضربه به جامعه نزند در قبول کردن قانون ها پرداختن دیگر شخص ها و حبس خانه ها بردن سالم فکران و این وظیفه‌ای که ما اگر که ما هیچ سیمیلی نمی داشتیم چون جناب عالی رحمان میگه میگن که ما هیچ سیمیلی داریم قلب داریم به خود میزند و درست میگه نه که صدا و میزند از خود همین جای نشست همون طلوعی سخنگویی و بیرون نمیبراید اون با کی گفته ایستاد از بامون آدم داخلی کنه هیچ سیمیلی ندارن در همون زال نشسته از این سبب ما جمشید روشن گفته با بودن شما دیگر رو که بود انجمن سال 2011 انجمن گذاشت که خودی سوناور یک از چمپیونای اسپورتسمن امروزه از تاجیک برآمدن در دنیا پیشنهاد نمود که این از بین برداشته شود و شما درست قید کردین که چرا نکردن حکومتدارانی که دیپلماتو آنها در حقیقت برای آنها یک خوشبختی بود خرسندی بود که نشرش هست مونید بینید که ملت تاجیک چی است این پروگرامی که 2011 که 2005 از گیری ما شد و 2011 ما از بین برداشتگیم و 2005 آنها پیدا شدن این پروگرامی برداشتنی بیناموس کردنی ملت تاجیک بود و ما خاموش ایستادن نمیتونستیم
حتی به نظر گیرین که وقتی برآمد یک تایم تراژدی تبدیل کرد رو دوام میگرانت کمای تو وگرنه همین داکیومنتری فیلمی که ما برو وارد بودیم در اون گازیت نبود در اون اینترنت نبود دسترسی توجیه دیگه قوتی که متحد بودن شما رو میخواد زنده موندنی توجیه رو میخواد در پس کی پیدا شد میگه بدن رو در بیرون نکوبید بدن رو در داخل کوبید در بودن یک گذراندن انجمن در شهر مسکو که شما خوب اشتراک کردید و وکیلان که بودن پیشنهاد اساسی اون بود که بستن برای جمشید روشن من پیش از این با دوستی صحبت داشتم با دیگران صحبت داشتم که مرحمت کنید تو این از طرف ما نمیشه ما دولت داریم شما جامعه دارید شما روبری شما شهروند روس هستید شما شهروند شما در حتی شهروند تاجیکستان هم نیستید این سخنان دوستی عبدالمجید است سفیر تاجیکستان و ما در همون حالت تمیز کردم که وظیفه اساسی من پیشنهاد شما را دستگیری کردم بود محکم بستن جمشید روشن و رفتن در یک بحثی با خود اکتورو و با خود رژیسور اونا که بحث کردن لازم است که برای بد رفته ایستاد هرچند که اونا گفتن که تمامی همین شخصانی که ما میبینیم در حالت موجود اینا تاجیک نیستن دیگه ملت هستن من گفتم حتی دوشنبه را شما ایشون دادید حتی چایخانه‌های دوشنبه را ایشون دادید حتی نام‌ها رو موندید این است بس کنید چرا ملت تاجیک رو اونا نه ازبک رو نه قرگیز رو نه مالدوان رو نه ارمنی خودش رو همین ما مهاجر بودیم برادر بودیم در دولت شوروی چرا اونا کردن بدتر به من گفتن ما رو وظیفه دار نبودن نه بسته از این بسته شد و این فخر است برای من و برای شما برای دیگران ملت تاجیک باید رو پاک کنه تو این روزا نیستن ما بود بعد ما پیدا شد این روز چی جواب میداد حکومت تاجیکستان من برای شما با دیگران می نداری سوال اصلا شما رو خوب میدونم در وضعیتی که تاجیکستانی امروز وجود دارند هستند در حالت مهاجرت خدا اونا رو روشن آسان کنه برگردن به وطن تاجیکستان باز تیزتر حرکت کنه که برگردن صاحب خانه و در صاحب کار ملت خودش رو در حالی که کار کردن همه اینا پیدا میشه منتداری خود را به تمام مهاجران و نزدیکان آنها با اون شخصانی که در قسم دیپارتاس افرادان در روسیه از روسیه به تاجیکستان اونا میخوان برگردن اونا هم در حالت وزنین هم اونا فرزند دارن او به ایده فرزندای اونا میریزد حالا اونا بسته شده است کی ما بسته چرا اینقدر ما دوست می‌داریم که می‌نوریم که برای روسیه رویم چرا اینقدر دولت خود رو ما دوست نمی‌داریم چرا برای تاجیکستان آب چشم ما نمی‌ریزانیم و برای روسیه که ما رو من میکنن در رو از سماره بفرم ما گیره میکنیم ما میافتیم به زانو و ناله و زوره میکنیم از کارمندانی ایرپورت که ما رو سرتید برای کجا برای روسیه و ملت خوب میدوند تنها روی زنده کردن این از روسیه است دیگر است از روسا نولیدن ما هم نادرست است چون که در آنجا حقوق انسانی حتی به همون اوچاسکوی را به نظر میگیرد در تاجیکستان تا بیرخانی سودا رفتن از من نمیدونم چی میشد این سودا یگم عریضه و شکایتی در شخصی تاجیکستانی رو به نظر نمیگیرد نه باید دولت حکومت دارا باید دولت و فکرم میدونن چی در قربانا رسوندن میدونن برای چی کرده ایستادن فکرم فقط در این حالت شاهدی اونو بودنی اونو در نزد خدای تو باش جواب سوال کردم سلامت باشید سلام